دوست عزیز پیک شادی پیروز خدادادی عکسی رو که ملاحظه می‌کنیم برامون فرستاده. نمونه است از برخورد دانشجویان یکی از دانشگاه‌ها با آخوندهای حکومتی و نمازهای ریایی اونها. خب عکس بسیار گویاست و بی‌نیاز از هر توضیحی. منتها از روی این عکس من یاد خبری افتادم در مورد اینکه سرکرده‌های بسیج به نیروهاشون اعلام کردن که اگر 5 هفته متوالی در نماز شرکت کنند یک سری سکه های تمام بهار بهشون جایزه میدن. بعدم گفتن که هر هفته اسامی شرکت کننده ها رو می نویسن و هر ماه قرعه کشی میکنن و جوایزی مثل کامپیوتر، لپتاپ، دوچرخه، سکه، موتورسیکلت منظورم و وسایل دیگه ای رو که به عنوان جایزه مشخص کردن به اینا میدن. صحنه رو میشه تقریبا تجسم کرد. یک مشت بسیجی ساندیس مدار که با انگیزه جوایز نقدی به اصطلاح نماز میخونن و بعد میرن سراغ یه مش آخوند خمینی صفت دین فروش که باید این جوایز رو در ازای احراز اطمینان از نمیدونم چی بهشون تحویل بدن. خب برادرای بسیجی اجازه بفرمایید. چشم حتما رسیدگی میکنم. آقا شلوغ نکن، به همه میرسه قربون. چشم شما چی داشتید؟ اجازه بده. شما چی داشتید؟ 2 رکعت دم صبح داشتی، ظهر رو که نخوندی، شبم 3 رکعت 4 رکعت اونجا، یه جفت کتونی بیشتر نمیشه. آقا برو یه جفت کتونی تو برو بگی بعدم بیا، برو بگی بعدم بیا قربونت برم. شما بگو، شما دستتو بنداز داری صحبت میکنی، دستتو بنداز. بابا جان من دارم با این صحبت میکنم. عزیز من بی وضو خوندی، کشکم بهت نمیدم. با من با دست صحبت نکن. صورتت میگه 6 ماه آب بهش نخورده بعد میگی وضو گرفتم. برو آقا جون برو دنبال کارت. بابا تو همونی هستی که فقط عشقت نماز میته، به خاطر اینکه نه وضو داره، هم که سرپا میخونی، بعدم اینکه کفش هم پاته، بعدم اینه که نه رکوع داره نه سجود داره نه هیچی نداره. با قربت برم برو همونو بخونه اگر بیا یه چیزی بهت بدم. ها جانم چی میگی تو؟ ها آقا عزیز من صبر کن بابا جان بهت میدم، به اون دست نزن. چی تلویزیون رنگی همه عمرت هم نماز بخونی، ریموتش هم من بهت نمیدم. 14 اینچ 140 رکعت باید تو حسابت باشه. آخه بابا تو کل نمازهای عمرت هم 20 رکعت نمیشه قربون شکلت. میخوای برو همینجا دم در یه 120 تا دیگه بزن بیا. برو بزن بیا، من حلش میکنم. فقط سری جون داشت سری بیا، الان من رو هوا میزنم دیگه. اجازه بدید سرسره کنید. الو جانم چی؟ ونزوئلایی؟ آره 2200 رکعت خوندی؟ پراید میخواد؟ مرد حسابی بابا دست بر. مرد حسابی تو ونزوئلا شکسته است قربونت برم. فکر می‌کنی من نمیفهمم؟ 1100 تا خوندی؟ جادیرک هم بهت نمیدم من. با من صحبت می‌کنی دهنتو ببند. برو ببینیم بابا. ببین عزیز من صبر کن اجازه بده. گفتم بهت 3 رکعت اونجا داشتی، 2 تا هم وضو اضافه داشتی، 100 تا دیگه که خونی کلش باطل، حواست نبوده. برو از خدات هم باشه بابا. پایگاه پایینی هم کوچه پایینی پایگاه بسیجش سر همینی که خونی آدامس هم بهت نمیدم بابا. برو دنبال کارت بریم بابا. خب آقایون بسیجی‌ها توجه بفرمایید. بریم کنار خود مقام عظما اومدم. به خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. فقط این که شما اومدین جایزه بگیریم. آخه زمین قصبی و لباس نجس و کمرت بزنن رکعت. ما فقط نماز وحشت بخونیم بیشتر چیزه. صبح هم که تن لشتو تکون نمیدی. ولی خب چیکار کنیم ما؟ ببین این یه تیکه رو حق دیگه. ببین یه 25 تایی برات گذاشتم برو، ولی خدا وکیلی بخون دیگه. برو قول بده بخونی ها. برو. آیون برادرای بسیجی من میگم به جای اینکه بیاید با رکعتاتون حل حوله بخوریم، نمازها و وضوها و رکعت‌ها و قرضی‌ها و همه رو بذارید رو هم دیگه. این مقام عظما رو از تو خیابون جمع کنیم بفرستیم تعمیرگاه شاسیشو جا بزنن. آفتاب خرج لعیمه. ولی خب دیگه باشه. خب تا کار به جاهای باریکتر نکشیده بپردازیم به ادامه پیک شادی.